اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 26، بخش چهارم، دوره مدنی، غزوه حنین. پس از فتح مکه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که لشکر بزرگی در طائف ایجاد شده است تا با مسلمانان بجنگد. قبیله اصلی در طائف بنی ثقیف بود که در سده‌های پیشین رقیب اصلی قریش به شمار می رفت و به گونه موازی با قریش حضور داشت. بنی ثقیف از ابعاد مختلف مانند توانایی مالی و مهارت‌های نظامی بر قریش برتری داشت، اما قریش صاحب کعبه بود که اوج شرافت و بزرگی به شمار می رفت. پس از او که مسلمانان مکه را آزاد ساختند، بنی ثقیف به پایگاه اصلی شرک تبدیل شد و خود را موظف دید که از باورهای شرکی خود دفاع کند. اهداف بنی ثقیف دو چیز بود: حفظ بت پرستی و در نهایت به دست آوردن سرپرستی کعبه. بنی ثقیف روند فرستادن نمایندگان به سوی تمام قبیله های مشرک باقی مانده را آغاز کرد و از آنها خواست تا متحد شوند و در مقابل مسلمانان سلاح بردارند. در غزوه حنین بیش از 20,000 مشرک شامل بود که در برابر مسلمانان متحد شده بودند، رویدادی که واقعاً بی سابقه بود. ثقیف قبیله اصلی در شهر طائف بود و هوازن بزرگترین قبیله باده‌نشین در اطراف طائف به شمار می رفت و آنان بخش عمده ای لشکر تشکیل می دادند، اما قبایل کوچک مشرک نیز زیر یک پرچم به این جنگ پیوستند. پس از بررسی این مأموریت بزرگ، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه مسلمانان به شمول تازه مسلمانان مکه و مناطق اطراف را فراخواند تا در این جنگ شرکت کنند و حتی برخی از غیر مسلمانان مانند صفوان بن امیه نیز در این جنگ حضور یافت و حمایت فراهم کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز ششم شوال با 1200 نفر از مکه بیرون شد. 10,000 نفر از مدینه و 2,000 نفر از تازه مسلمانان مکه و در روز 10 شوال به دره حنین رسید. تجربه در برابر شور و شوق. مالک بن عوف نصری رئیس طائف مرد جوانی بود که به تازگی به این مقام گماشته شده بود. او در سن 30 سالگی نخستین جنگ بزرگ خود را رهبری میکرد. نصری دستور داد که لشکر پیش از رسیدن مسلمانان در حنین کمپ بزنند و همچنان فرمان داد که زنان، کودکان و مواشی را به میدان جنگ بیارند تا نشانه از اعتماد و تعهد باشد. درید بن سمه جنگجوی نامدار قبیله هوازن بود که در پیری نابینا و ناتوان شده بود. او همچنان تیزهوش و دوراندیش بود. او را به میدان آوردند تا به لشکریان برکت بده و از دانایی او بهره بگیرند، اما او فوراً متوجه شد که زنان و حیوانات در عقب لشکر حضور دارند. درید پرسید چرا صدای گریه کودکان، بعبع بزها و ارعار قاطرها را میشنود؟ مالک پاسخ داد آنان را آورده‌ام تا هر مرد خانواده و دارایی خود را پشت سر داشته و با تمام توان بجنگد. درید به شدت او را سرزنش کرد و این کار خطرناک و نادانی خواند و تأکید کرد که چنین کار کمک به پیروزی در جنگ نخواهد کرد. سپس درید درباره برخی شاخه‌های قبیله‌ای که بیش از همه به آنان احترام می‌گذاشت سوال کرد و به او گفته شد که آنان حضور نیافتند. او گفت آنان کار درستی کردند. اگر این واقعا روز شرف و افتخار می بود، این مردم هرگز این دشت را ترک نمی کردند. من به تو و مردانت سفارش می کنم که به خانه های خود بازگردید. او ادامه داد اگر در این مورد به سخنم گوش نمی دهید، دست کم این گوهرهای گرانبهای ثقیف یعنی زنان و کودکان را به قلعه های خود بازگردانید، زیرا حضور آنان در این میدان جنگ به شما کمک نخواهد کرد. اگر پیروز شوین می توانین بازگردین و از همراهی اونا بهره ببرین و اگر شکست بخورین آنان در خانه در امن خواهند بود. مردم ثقیف پس از شنیدن سخنان درید در فکر فرو رفتند، اما مالک برای اثبات موضع خود درید را مسخره کرد و او را به پیری و ناتوانی متهم کرد. سپس به سوی قوم خود برگشت و اعلان کرد به الله سوگند اگر به عنوان رهبرتان از من اطاعت نکنید شمشیرم را میگیرم و خود را در برابر همه میکشم. قومش او را آرام ساختند و به او اطمینان دادند که به عنوان رئیس از وی پیروی خواهند کرد و زنان و کودکان در میدان جنگ باقی ماندند. نواقص ایمان تازه. در سراسر سیره مسلمانان معمولاً از ماضی ضعف وارد جنگ ها می شدند
و به یاری و برکات الله سبحانه و تعالی تکیه داشتند. اما هنگامی که به سوی حنین حرکت کردند، در حالی که 1200 نفر بودند، برخی از مسلمانان دچار غرور شدند. یکی از آنان گفت: چگونه ممکن است ما شکست بخوریم در حالی که 1200 نفر هستیم؟ این خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید و آن حضرت فوراً آنان را سرزنش کرد و فرمود: بدون شک پیش از شما پیامبری بود که به قوم خود با غرور نگریست تا جایی که گفت هیچ چیزی نمیتواند بر ما غلبه کند و در مدت 3 روز 70,000 نفر از آنان هلاک شدند. هنگامی که مسلمانان به سوی حنین حرکت می کردند، از کنار ذات انوات یا درخت آویزان گذشتند. درخت با شکوه و عظیم. قریشی ها هر سال از کنار این درخت می گذشتند و حیوانات خود را قربانی می کردند و تسلیحات خود را برای کسب برکت بر این درخت می آویختند، به گونه‌ای که آن درخت را به بت تبدیل کرده بودند. ابو واقد لیثی که کمتر از 1 هفته پیش اسلام آورده بود گفت: یا رسول الله، آیا برای ما نیز درخت مانند این درخت آویزان قرار نمی‌دهی همان گونه که آنان دارند؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سبحان الله، سوگند به آن که جانم در دست اوست. شما همان سخنی را گفتید که بنی اسرائیل به موسی گفتند: برای ما معبود قرار بده همان گونه که آنان معبودانی دارند. او یعنی موسی گفت: بدون شک شما قومی هستید که نادانی میکنید. و الله جل علی شانه سوگند چنین مقدر شده است که شما راههای کسانی را که پیش از شما بودند دنبال خواهید کرد. ابو واقد درخواست بت نکرده بود، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا آنجا پیش رفت که به الله سوگند یاد کرد که این درخواست هم مانند درخواست بنی اسرائیل برای داشتن معبود است. این پاسخ قاطع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشان دهنده حساسیت عقیده و ظرافت توحید است، زیرا شیطان انسان را به صورت تدریجی به سوی انحراف میکشاند. مسلمانان به دره حنین رسیدند و نماز خفتن را ادا کردند. برخی از صحابه رضی الله عنهم داوطلب شدند تا لشکر مشرکان را بررسی کنند و از دامها و اموال فراوان آنان گزارش دادند. حتی حضور زنان و کودکانشان را نیز ذکر کردند. در میان مسلمانان زمزمه های آغاز شد و به نظر می رسید که نقشه مالک بن عوف برای نشان دادن اعتماد به نفس مؤثر واقع شده است. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زد و فرمود: ان شاء الله فردا اینها غنیمت جنگی مسلمانان خواهند بود. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بود که خوشبین باشد. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روزی فرمود: اگر کسی بگوید مردم هلاک شدند، پس او بدترین آنان است. این سخن خطرات بدبینی و داشتن ذهنیت شکست خورده را نشان میده و ضمناً بر داشتن دیدگاه خوشبینانه همراه با ایمان و توکل بر الله سبحانه و تعالی تاکید دارد. من پیامبرم، دروغی در کار نیست. بنی ثقیف با دشت‌های حنین به خوبی آشنا بودند و بر اساس درک خاص خود برنامه ریزی کردند. اونا گروه کوچکی از هوازن را در انتهای دره‌ای که مسلمانان باید از او عبور می‌کردند مستقر کردند و منتظر حمله مسلمانان ماندند. در همین حال تیراندازان متعدد را در شکاف‌ها و پنهانگاه‌های پنهان در سمت چپ و راست مستقر کردند، به گونه‌ای که کاملاً برای کمین گرفتن در مقابل لشکر در حال پیشروی آماده بودند. مسلمانان به داخل دره کشانده شدند و آن گروه کوچک از هوازن پا به فرار نهادند و مسلمانان بیشتری را به داخل دره کشاندند. هنگامی که همه مسلمانان ناآگاهانه در دره محصور شدند، تیراندازان از بالا به تیراندازی پرداختند و سپس ضربه مخربی از سوی لشکر 2000 نفری که همچون سیل فرو می‌ریخت به مسلمانان وارد شد. لشکر مسلمانان دچار آشفتگی شد و هزاران جنگجو در همه جهات پا به فرار نهادند. هرج و مرج کامل به وجود آمد و تمام لشکر در پرتگاه فروپاشی قرار گرفت. یاشوب با وسیله چند عامل تشدید شد. نخست مسلمانان غافلگیر شده بودند، زیرا حمله کاملا غیر منتظره بود. دوم، مسلمانان تازه وارد در میان لشکر مانند صحابه بزرگ در استقامت و پایداری آموزش ندیده بودند. سوم، ماهیت خاص این هجوم تیرها از بالا به طور خاص هراسانگیز بود، زیرا انسان نمیتواند جهت حمله را تشخیص بده و نتوان پیشبینی او را دارد. و چهارم، به سبب تعداد زیاد لشکر مسلمانان بیشتر آنان کلاه و زره نداشتند، یعنی بی‌دفاع بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت وضعیت را ارزیابی کرد. سپس به مرکب خود ایستاد و با صدای بلند فرمود: ای مردم، کجا می روید؟
و سوی من بیایید، من رسول الله هستم، من محمد بن عبدالله هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه با صحابه ارشد بود. پس به عباس رضی الله عنه که به داشتن صدای بلند مشهور بود، رو کرد و فرمود: ای کاکا، فلانی و فلانی را صدا بزن. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرد به نام بردن از گروه ها و افراد مشخص. یاران بیعت رضوان را صدا بزن، یعنی کسانی که در حدیبیه بیعت کردند. اهل بدر را صدا بزنید. انصار را صدا بزنید. سپس از طوایف خاص نام برد: بن سلیم را صدا بزنید، فلانی و فلانی را صدا بزنید. هرگاه نام قبیله برده میشد، گویی از خواب بیدار می شدند. همه به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شتافتند، در حالی که فریاد می زدند: لبیک یا رسول الله، ما اینجاییم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچنان فریاد می زد: من پیامبرم، دروغی در کار نیست، من فرزند عبدالمطلب هستم. هنگامی که مسلمانان دوباره گرد هم آمدند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اکنون جنگ واقعی آغاز شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این لحظه حساس هم به پیوندهای دینی و هم به پیوندهای قبیله‌ای تکیه کرد. صحابه ارشد با شنیدن من پیامبرم، دروغی در کار نیست، بازگشتند و مسلمانان تازه وارد شاید با شنیدن من محمد فرزند عبدالمطلب هستم بازگشتند. این واقعه نشان میده که استفاده از گرایش‌های قبیله‌ای تا زمانی که با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشه جایز است. در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پسر کاکایش ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به کنار خود نگاه کرد و پرسید: این کیست؟ ابو سفیان پاسخ داد: من پسر مادرت هستم، یعنی خویشاوند نزدیکت. پس از یک دهه دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابو سفیان خود را ثابت کرد و صداقت اسلام آوردنش را نشان داد، زیرا در حالی که دیگران فرار می‌کردند، او ایستاد و قریش را باز می‌گرداند. بنی ثقیف از هوازن بیش از حد به نقشه اولیه خود تکیه کرده بود و هنگامی که مسلمانان در برابر حمله آنان ایستادگی کردند و مقابله نمودند، مشرکان دچار هراس شدند و گریختند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صحابه دستور داد تا آنان را تا آنجا که میتوانند در هر دره تعقیب کنند تا دوباره گرد هم نیایند و حمله نکنند. این دستور حیاتی مانع از آن شد که مشرکان گرد هم نیایند و مجبوراً پراکنده شوند. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دهها گروه کوچک را به هر سو فرستاد تا هر قبیله را مطیع سازد و پیروزی کامل را تضمین کنند. پس از پایان جنگ، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دیدن جسد زن در میان جنگ ناراحت شد و فرمود: درست نبود که او کشته شود. چه کسی این کار را کرده است؟ صحابه رضی الله عنهم به ایشان اطلاع دادند که این کار خالد بن ولید بوده است. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خود را به خالد برسانید و به او دستور دهید که هیچ زن، کودک یا خادمی را نکشد. چنانچه در سراسر سیرت توضیح داده شده است، در عربستان قرن هفتم مفهومی به نام تفکیک غیر نظامیان از جنگجویان به صورت امروزی وجود نداشت. هر مردی که در سن جنگ بود، جنگجو به شمار می رفت، مگر اینکه خلاف آن تصریح می شد. همچنان در زمان جنگ مفهومی از مسئولیت بر اساس سن یا جنسیت وجود نداشت. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حال تثبیت قاعده اساسی جنگ بود، یعنی هیچ غیر نظامی نباید آسیب ببیند. محاصره طائف. برخی از تاریخ‌نگاران محاصره طائف را جنگ جداگانه از جنگ حنین می‌دانند، زیرا رویداد مستقل بود که در قلعه طائف رخ داد. با این حال بسیاری از تاریخ‌نگاران هر دو را در یک فصل ذکر می‌کنند، زیرا یکی بلافاصله پس از دیگری رخ داد. به محض اینکه مسلمانان در حنین پیروز شدند، مستقیما به سوی طائف حرکت کردند. هنگامی که مشرکان پراکنده شدند و گریختند، بنی ثقیف به قلعه‌های خود در طائف پناه بردند. برخلاف قلعه‌های مدینه، طائف بر ارتفاعات کوهستانی و سرسبز با طبیعت زیبا و پوشش گیاهی فراوان قرار داشت. از زیرا نفوذ به آن بسیار دشوار بود و به سبب منابع طبیعیشان آب تازه و ذخیره کافی برای بیش از 1 سال در اختیار داشتند. مردم طائف از ماه‌ها پیش قصد حمله به مسلمانان را داشتند. بنابراین برای حالت محاصره ذخایر خود را پیش از پیش آماده کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز از پیش آمادگی گرفته بود. هنگامی که مسلمانان به سوی حنین حرکت می‌کردند، او حضرت عروه بن مسعود و غیلان بن سلمه رضی الله عنه را در مأموریت ویژه به سوی قبیله رومی جرش فرستاد تا درباره تجهیزات خاص ابزار جنگ آموزش ببینند.
آنان یاد گرفتند که چگونه منجنیق بسازند و از آن استفاده کنند، چگونه با استفاده از آرایش نظامی مانند سنگ‌پشت به یک قلعه حمله کنند و چگونه قلعه کوب بسازند و او را به کار ببرند. تمام این ابزار و فنون برای عرب‌ها کاملا بیگانه بود، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بهبود و توسعه شیوه‌های جنگی پیش قدم بود. اما با وجود تمام تلاش‌هایشان و با استفاده از این فنون و ابزارهای پیشرفته، مسلمانان نتوانستند به دیوارهای مستحکم قلعه‌های بنی ثقیف نفوذ کنند. مردم طایف از بالای قلعه‌ها سنگ‌های بزرگ پرتاب می‌کردند، روغن داغ می‌ریختند و لشکر مسلمانان را با تیر هدف قرار می‌دادند و تلفات زیادی وارد می‌کردند. مسلمانان در این موقع با دشواری روبرو شدند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد کرد که بازگردند و در زمان دیگر دوباره بیایند. برخی از صحابه در شور و شوق مهار نشده خود بر ماندن در بیرون از قلعه‌ها پافشاری کردند. پس از چشیدن پیروزی‌های مکه و حنین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که ادامه دهند و آن حضرت نیز پیشنهادشان را پذیرفت. سپس صحابه به یک تکتیک نامطلوب متوسل شدند و آن سوزاندن کشتزارها بود، کاری که محصولات زراعتی آنان را برای سالهای طولانی نابود می‌کرد. مردم طایف با دیدن این منظر از بالای بامها با ناله و فریاد آغاز کردند و از مسلمانان خواستند که دست بردارند. شما را به الله و به خویشاوندیمان سوگند می‌دهیم، بس کنید. دل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن درخواست آنان نرم شد و او حضرت صحابه رضی الله عنها را از سوزاندن هر گونه زراعت منع کرد. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مردم طایف اعلام کرد: هر کسی که به ما بپیوندد در امان خواهد بود و هر برده‌ای که به ما بپیوندد آزاد خواهد شد. پس بسیاری از مردم در شب گریختند و به صفوف مسلمانان پیوستند، اما وضعیت در کل همان گونه باقی ماند. صحابه بار دیگر تلاش کردند تا به دیوارها نفوذ کنند، اما بار دیگر با تلفات سنگین روبرو شدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای بار دوم پیشنهاد داد که بازگردند و این بار صحابه به گونه آرام موافقت کردند. پس از نزدیک به 2 هفته محاصره ناموفق، مسلمانان بازگشتند و صحابه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که بر ضد بنی ثقیف دعا کند. آنان نه تنها سالها پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از شهر بیرون کرده و سخت‌ترین رنج‌های عاطفی را بر او تحمیل کرده بودند، بلکه اکنون نیز باعث کشته شدن بسیاری از مسلمانان شده و بار دیگر دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی را رد کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستهایش را بلند کرد و همه صحابه نیز دستهای خود را بلند کردند و ایشان دعا کرد: اللهم اهد ثقیفا، اللهم آت بثقیف. خدایا قبیله ثقیف را هدایت کن. خدایا ثقیف را به سوی ما، یعنی به سوی اسلام بیاور. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای آنان دعا کرد، در حالی که آنان با خشونت او را بیرون کرده بودند و اکنون بار دیگر برایشان دعا میکرد، زیرا اولویت او همواره هدایت آنان بود. محاصره ناموفق طایف محدودیت‌های این دنیا را نشان می‌دهد. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز نمی‌توانست در هر مرحله پیروزی قطعی را تضمین کند. الله سبحانه و تعالی می‌توانست پس از مکه و حنین پیروزی دیگری را به سادگی نصیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سازد. اما محاصره طایف برای مؤمنان درس بی‌نهایت ارزشمند در صبر و پذیرش را فراهم می‌کند. پیروزی و شکست لزوما نشان دهنده رضایت یا خشم الله سبحانه و تعالی نیست، بلکه هر دو آزمایش‌های از جانب الله جل و علا شانه اند. پیروزی و شکرگزاری نفس انسان را می‌آزماید و شکست صبر و پذیرش او را. مهمتر از همه اعتماد مؤمن باید بر الله جل و علا شانه باشد، نه بر اعمال خودش. همان گونه که الله سبحانه و تعالی در سوره کهف فرموده است: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. و مگو درباره هیچ کاری که فردا حتما آن را انجام می‌دهی مگر آنکه بگویی اگر الله جل و علا شانه بخواهد. غنایم بی سابقه. غزوه حنین بیشترین غنایم جنگی را در تاریخ سیره به بار آورد که به مراتب از غنایم خیبر بیشتر بود. اقدام جسورانه رئیس جوان در آوردن تمام دارایی‌های مردم به میدان جنگ اشتباه بزرگ مرگبار ثابت شد و هشدار شدید جنگجوی پیر تحقق یافت.
تخمین زده می شود که در غزوه حنین حدود 6,000 اسیر جنگی گرفته شد و بیش از 24,000 شتر و 40,000 بز به دست مسلمانان افتاد. این ارقام در ارزش امروزی به ده میلیون دلار می رسد. ثروتی که صحابه هرگز پیش از آن تصورش را هم نمی کردند. هنگامی که اسیران جنگی گرفته می شدند، زن فریاد زد: با من چه می کنید؟ آیا نمی دانید که من خواهر رضایی همرزمتان هستم؟ صحابه تعجب کردند، زیرا او ادعا کرد که خواهر رضایی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی شیما دختر بیبی حلیمه است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را فرا خواند و پرسید: چگونه می تواند آن حضرت را مطمئن سازد که او همان شیما است، زیرا 56 سال می شد که وی را ندیده بود؟ شیما پاسخ داد: هنوز نشانه بر پشت من هست، زمانی که مرا دندان گرفتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خندید و فهمید که او واقعا شیما است. سپس او را آزاد کرد و دو گزینه به او داد: یا در میان مسلمانان بماند و با عزت و محبت با او رفتار خواهد شد، یا به هدایای به سوی قومش بازگردد. شیما بازگشت به قومش را همراه با هدایا انتخاب کرد و روشن نیست که آیا اسلام آورد یا نه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک به 1 ماه صبر کرد پیش از آن که غنایم جنگی را تقسیم کند، زیرا اگر قبیله هوازن باز میگشت و اسلام می آورد، تمام آن را به اعضای آن باز میگرداند، همان گونه که قبلا با قبایل مانند بنی مصطلق کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این کار نیت آنان را مورد سوال قرار نمیداد، زیرا اولویت خیر و برکت عمومی اسلام بود. حتی اگر برخی از آنان در ایمان خود صادق نمی بودند، افراد صادق در میانشان مسلمان می شدند، از جمله فرزندان خودشان. افزون بر این، همان گونه که در سراسر سیره دیده میشه، حتی بسیاری از کسانی که با انگیزه های دیگر اسلام می آوردند، با گذشت زمان به محبت صادقانه نسبت به اسلام دست می یافتند. چون هوازن به موقع نرسید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم غنایم را آغاز کرد. هر جنگجو سهم خود را مطابق شریعت دریافت نمود، اما فرمانده اختیار داشت که غنایم اضافی را چگونه توزیع کنه. در این مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخی افراد و قبایل را مقدار زیاد ثروت داد. و ابو سفیان، به صفوان بن امیه که هنوز اسلام ناورده بود، و عیینه بن حسن رئیس خشن قبیله غطفان، و به اقرع بن حابس یکی از بزرگان بنی تمیم 100 شتر داده شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچنان به بزرگان دیگر نیز ثروت بیشتر میداد، از جمله حارث بن هشام برادر ابو جهل و معاویه پسر ابو سفیان، هرچند آنان قوی‌ترین ایمان را نداشتند، اما بیشترین بهره را از بزرگواری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بردند. این قبایل از آخرین کسانی بودند که اسلام آوردند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به گونه هدفمند به آنان غنایم بیشتری داد تا دلهایشان نرم شود. تنها گروهی که از این ثروت‌های اضافی چیز دریافت نکردند انصار بودند. برخی از جوانان انصار با وجود روحیه انسانیشان، پس از اینکه کار بیشتری انجام داده بودند اما سهم کمتری گرفته بودند، دلسرد شدند. یکی از آنان زیر لب گفت: وقت جنگ است ما را فرا می‌خوانند، اما وقت غنیمت است ما اصلاً به حساب نمی‌آییم. دیگری حتی گفت: الله جل علا شانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ببخشد و قریش عطا می‌کند و ما را رها می‌کند، در حالی که از شمشیرهای ما هنوز خون آنان می‌چکد. جوانان به زمزمه ادامه دادند تا اینکه سعد بن عباده رضی الله عنه درک کرد که باید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از این موضوع آگاه بسازد. سعد با ادب این احساسات رو به افزایش را بیان کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: آیا خود سعد نیز موافق است؟ سعد با احتیاط پاسخ داد: یا رسول الله، من یکی از اعضای قوم خود هستم. سعد با جوانان همدلی داشت، اما ایمان استوار و محبتش نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه نداد شکایت شخصی خود را بیان کند. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جلسه خصوصی با انصار ترتیب داد و دستور داد که هیچ کسی جز انصار در آن حضور نداشته باشد. آن حضرت آغاز کرد و فرمود: ای انصار، آیا من قوم خود را برای شما ترک نکردم؟ آیا شما را بر همه مردم بر نگزیدم؟ سپس آنان را ستود و فرمود: اگر هجرت نبود، یعنی اگر من از مکه نبودم، هر آینه از انصار می بودم، و اگر انصار در راه بروند و همه مردم در راه دیگری، من با انصار خواهم رفت. برای آنان دعا کرد و فرمود: اللهم اغفر للانصار والابناء الانصار.
خدایا انصار و فرزندان انصار را بیامرز. و نیز فرمود: من به برخی مردم اعطا می کنم، زیرا از حرص و تمایلات آنان بیم دارم، و به برخی دیگر عطا نمی کنم، زیرا اطمینان دارم آنچه الله در دلهایشان قرار داده برای ایشان از آنچه که من می دهم ارزشمندتر است. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیباترین پرسش را مطرح کرد: ای انصار، آیا راضی نیستید که این مردم با گوسفند و مال بازگردند و شما با رسول الله بازگردید؟ انصار چنان گریستند که ریشهایشان تر شد و دیگر هرگز چنین سخنانی به زبان نیاوردند. آنان گفتند: ما به الله جل علی شانه به عنوان پروردگارمان و به اسلام به عنوان دینمان و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیامبرمان راضی هستیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که براستی از عمق دل انصار را دوست داشت، همچنین فرمود: محبت به انصار نشانه ایمان است و دشمنی با انصار بخشی از نفاق است. و بدون شک حکمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاملا ثابت شد، زیرا یکی از رؤسای قبایل که چنین عطای بزرگ دریافت کرده بود به نزد قوم خود بازگشت و گفت: ای قوم من، اسلام بیاورید، زیرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنان میبخشد که از فقر هراسی ندارد، یعنی او بدون تردید پیامبر است. و این گونه آن رئیس قبیله دید که رفتار یک پیامبر چگونه است، نه رفتار یک جنگسالار یا یک فاتح سلطگر. خطرات حرص. حکیم بن حزام نیز اموال فراوانی دریافت کرد. هر باری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او اعطا می‌کرد، او باز هم درخواست می‌نمود و هر باری که درخواست می‌کرد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچنان به او می‌بخشید. پس از سومین درخواست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای حکیم، این مال شیرین و دلفریب است. هر کسی آن را با دل باز و بخشنده بگیرد، برکت فراوانی خواهد یافت. اما هر کسی که آن را با حرص و طمع بگیرد، همچنان می‌خورد و هرگز سیر نمی شود. این سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکیم را سخت تکان داد و او گفت: یا رسول الله، پس از این هرگز از کسی چیزی درخواست نخواهم کرد. حکیم عمر درازی داشت و واقعا دیگر از هیچ کسی هیچ چیزی نخواست. مردم برای گرفتن مال صف کشیدند. یک بادیه‌نشین خشن حتی تا آنجا پیش رفت که یخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت و گفت: از مالی که الله جل علی شانه در اختیار تو قرار داده به من بده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زد و به صحابه دستور داد که به او چیزی بدهند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان مال را تقسیم می‌کرد، به آنکه حتی اندکی برای خود بردارد، تا اینکه غنایم کاملا تمام شد. برخی از بادیه‌نشینان همچنان گرد او جمع می شدند و آنقدر نزدیک می آمدند که لباسش در بطه‌های خار بند می ماند. و در نهایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لباس مرا به من بازگردانید. و الله جل علی شانه سوگند، اگر به اندازه خارهای این بیابان شتر می داشتم، همه را به شما می بخشیدم. از آن بدتر مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: عدالت کن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با خشم پاسخ داد: وای بر تو، اگر من عدالت نکنم چه کسی عادلتر از من خواهد بود؟ آن مرد گستاخی را ادامه داد و گفت: این تقسیم برای رضای الله نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوباره فرمود: آیا به من اعتماد نمی کنی در حالی که آن که در آسمان است به من اعتماد دارد؟ آن مرد با تکبر دور شد و عمر رضی الله عنه پیشنهاد کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دهد او را به سبب این جسارت آشکار مجازات کند. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد: وای بر من، اگر مردم شروع کنند و بگویند که من یاران خود را میکشم. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن پیشگویی مشهور را بیان فرمود: از نسل او گروهی خواهند آمد که قرآن را تلاوت میکنند، اما تلاوتشان از گلوهایشان فراتر نمی رود، یعنی آن را درک نمی کنند و از اسلام خارج می شوند، یعنی خوارجند، همان گونه که تیر از کمان خارج می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در برابر آن بادیه‌نشین بی ادب لبخند زد، اما در برابر مرد متکبری که صداقت او را زیر سوال برد، قاطعانه پاسخ داد: بادیه‌نشین را می توان معذور دانست، زیرا با آداب مناسب آشنا نبود، اما تکبر از خطرناکترین گناهان است. آن مرد در حقیقت ادعا کرد که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرهیزگارتر است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها به سبب نگرانی از مصلحت بزرگتر جامعه
عمر رضی الله عنه را از اقدام باز داشت. در این وقت الله سبحانه و تعالی این آیت را نازل فرمود: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلا الله راغبون. و از آنان کسانی هستند که در تقسیم صدقات بر تو خورده می گیرند. اگر از آن به آنان داده شود خشنود می شوند و اگر داده نشود ناگهان خشمگین می گردند. و اگر آنان به آنچه الله و رسولش به آنان داده اند راضی می بودند و می گفتند الله برای ما کافی است، الله از فضل خود به ما خواهد داد و نیز رسولش، ما به سوی الله امیدواریم. پس از آن که غنایم جنگی تقسیم شد و چیزی باقی نماند، قبیله حوازن در نهایت فرا رسیدند و خواستار پذیرش اسلام شدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلام آنان را پذیرفت، اما توضیح داد که اموالشان از قبل تقسیم شده است. با این حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با آنان همدردی کرد، زیرا خانواده‌هایشان به عنوان اسیر جنگی گرفته شده بودند و به آنان پیشنهاد کرد که بر سخاوت مسلمانان تکیه کنند تا آنان را بازگردانند. پس از نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حوازن را تشویق کرد که خانواده‌های خود را مطالبه کنند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان شفیع یاد کنند. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و اعلام کرد: اما اسیرانی که نزد بنی عبدالمطلب هستند همگی از آن شماست. سپس رهبران قبایل یکی از پی دیگر از او پیروی کردند و اسیران جنگی را به خانواده‌هایشان بازگرداندند. تنها استثناء تعداد اندکی از قبایل بادیه نشین تازه مسلمان بود که اسیران جنگی را باز نگرداندند، بلکه پیشنهاد کردند که آنان را بفروشند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی توانست آنان را مجبور به کار دیگری کند و همین خاطر پیشنهاد کرد که آنان را از طرف قبیله حوازن خریداری کند و بهای آن را از غنایم جنگ بعدی بپردازد. غزوه حنین پایان شرک را در شبه جزیره عربستان رقم زد و جز قلعه طایف که به زودی اسلام را خواهد پذیرفت و به این گونه شرک در عربستان از میان رفت. سرزمین بتپرستی از عبادت بتها پاک گردید و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توجه خود را به سوی امپراتوری روم معطوف ساخت. در قسمت بعدی در مورد جنگ تبوک معلومات ارائه خواهد شد. برای ادامه شنیدن سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صفحه ما را دنبال کرده و سابسکرایب کنید.